به نام خداوند جان و خرد. هموطنان گرامی، دوستان نهایت ارجمند، بختیارم باز در خدمت شما هستم. سرآغاز برنامه هفته خود با یک شعری از نادرپور کهندیارا که در باب وطن گفته شده او را به خوانش میگیرم. بعد محتویات برنامه که در این برنامه ما یک مصاحبه ویژه و اختصاصی داریم با جناب پروفسور خالق لعلزاد، یکی از دانشمندان نستوی کشور، محقق و پژوهشگری که سالهاست در باب حقایق جامعه و کشور ما تلاش دارند تا خدمات شایسته انجام بدهند. از اون جایی که برنامه نگین هویت بیشتر در راستای هویت و ناگفتهای تاریخی هست، در این برنامه هفته شما را دعوت میکنم که بعداً مصاحبه ما را با جناب پروفسور لعلزاد که در لندن هستند مشاهده کنیم. کهن دیارا دیاری یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم. نه پای رفتن نه تاب ماندن، چگونه گویم درخت خشکم. عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم. در این جهنم گلی بهشتی چگونه روید چگونه بوید. من ای بهاران ز ابر نیسان، چه بهره گیرم که خود خزانم. به حکم یزدان شکوه پیری مرا نشاید مرا نزیبد. چرا که پنهان به حرف شیطان سپرده ام دل که نوجوانم. صدای حق را سکوت باطل در آن دل شب چنان فرو کشت که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غمی نهانم. کبوتران را به گاه رفتن سری نشستن به بام من نیست، که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فرو ستانم. کهن دیارا دیاری یارا، به عزم رفتن دل از تو کندم ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم. دوستان گرانقدر میدانند که برنامه حقیر که زیر نام نگین هویت از مدت 2 سال به این طرف نشرات داره، لنگ و لنگان به پیش میره و تا جای اندکی جای پای در دل دوستا پیدا کرده که البته به هیچ وجهی بسنده نیست. و در این برنامه طی 2 سالی که گذشت ما ناگفته های تاریخی را، حقایقی را که گفتنی از او تابو بود و کمتر گفته شده بود و یا اصلا گفته نشده بود و بیشتر وارونه جلوه داده شده بود، این برنامه این تابو ها را شکستان و پیرامون حقایق نهفته و خونالود کشور طی این 2 سال در برنامه های مختلف نشراتی داشت که دوستا تا جایی در جریان این قضایا هستند که ما وقتی که مسائل عمده و اساسی هویتی را که امروز بسیار مسئله جنجال برانگیز هست در کشور ما و یکی از علل اساسی ادامه جنگ و نفاق و بدبختی در کشور ما هست،
ایره صریح و روشن خدمت همه بیننده ها و هموطنان عزیز عرض میکنم تا زمانی که مسائل کلیدی و اساسی به صورت علمی و درست حل نشه، ماستمالی کردن یا سکوت کردن یا از کنار و حاشیه‌اش گذشتن دردی را دوا نمیکنه. شاعر میگه سرشک از دیده پاک کردن چه حاصل، علاجی کن که از دلم خون نیاید. واقعا مصائب و مسائلی که در کشور ما هست و ریشه و بنیاد در استعمار داره و داشت، ما را با این مصیبت هایی که امروز دچار هستیم مواجه ساخت. بر اساس این درک که یکی از مسائل اساسی رفع تبعیض، نابرابری، ناباوری، بحران هویت و جنگ در کشور ما همی وارونه جلوه دادن واقعیت هاست، بخصوص در مسئله حقوق حقی همه مردم افغانستان. سالیان دراز این پروسه هویت زدایی و تحقیر و توهین اقلیت ها، هرچند کشور ما افغانستان یک کشور اقلیت ها هست، همه باشندگان رنگارنگی که در کشور زندگی میکنن همشون حقوق مساوی دارن. وقتی که ما یکی از برنامه های ما نظام سازی بود، بحث نظام سازی که بیشتر سر مدل فدرالیزم و آن هم در کشورهای مختلف و انواع مختلف از این ما بحث ها و صحبت هایی داشتیم، شنیدن همی بحث تر همی بحث بدبختانه بر یک تعداد کسا حتی شنیدنش غیر قابل تحمل بود و او هم در کشورهای خارجی، در کشورهایی که خودشان از مزایای فدرالیسم و همین نظام ها آزادانه زندگی میکنن، حقوق شهروندی و برابری و مساوات دارن. و در این راستا ما متحمل حرف های پست و بلندی هم شدیم و برچسب های این و آنی هم شنیدیم، ولی ما باکی نداریم، چون راه ما راه بهروزی مردم و دریافت حقایق هست. با این کاروان به پیش خواهیم تاند، چون امروز جهانی هست که همه مردم با آگاهی هایی که از خیر و برکت ساینس تکنولوژی میسر شده، دیگه او زمانی نیست که هرچی دم و دستگاه های حاکمه دروغ پراگنی و شایع پراگنی بکنن و یا تبلیغات یک جانبه بکنن و ذهنیت ها را مسموم بسازن. او دوران ها گذشته. امروز در ده و قصبات و در کشورهای نهایت عقب مانده هم همچنین کامپیوتر است و وسایل اطلاعات جمعی است و مردم تشنه شنیدن حقایق است. در این تو شرایط متاسفانه در کشور ما که دم از دموکراسی زده میشه و ناتو، ایالات متحده امریکا با او کشور رفتن بیلیون ها دلار مصرف شده، اما میبینیم متاسفانه یک تعداد عناصر و افرادی که در این شرایط در کشور در مقام ها و در پست های هم سمت هایی را دارن، اونا به همون پندارهای قبلی تلاش میکنن در شیوه نظام سازی باز هم مردم ما را به کتگوری های مختلف تقسیم بکنن. و شما در این بحثی که پیشروی هست مسئله انتخابات، شما میبینین که فلان قوم باید در اول باشه و فلان در دوم و فلان در سوم. این کدام دموکراسی این قرارداد میپذیره؟ دموکراسی آرای مردم هست.
در ایالات متحده امریکا امروز اوباما یک سیاه‌پوست از طریق اکثریت آرا به ریاست جمهوری رسید و این هم دور دومش است. اما این آقازاده ها در کشور ما مهندسی میکنن این مسائل و در کاندیدها متاسفانه میبینیم در 26 کاندید فقط همه رؤسای جمهور از یک قوم هستند. که بحث جداگانه هست و بحث امروز ما سر مسئله هویت کشور هست و ما در این راستا امروز از یک شخصیت بزرگ کشورمان که اینا عمری را به تحقیق و تدریس در دانشگاه کابل و در دانشگاه های خارج کشور و عمیل از در کشور انگلستان در لندن زندگی میکنن، جناب پروفسور لعلزاد هستند که ما امروز در این برنامه میخوایم یک سلسله کارها و تحقیقات بسیار بزرگی را که پروفسور گرامی جناب لعلزاد انجام دادن و ما ویدیوهای از این را از طریق یوتیوب دیدم و خوشبخت هستم که توانستم رضایتی از این را جلب بکنم که با ما در این برنامه صحیح باشند و ما از دستاوردها و نتایج پژوهششان چیزهایی از زبان خودشان بشنویم. قابل یادآوری میدونم که پروفسور دکتر لعلزاد زاده ولایت باستانی بدخشان هستند. اینا به عنوان شاگرد اول نمره عمومی در سطح ولایت به پلی‌تکنیک کابل آمدن، از او به فاکولته انجینری شامل شدن و موفقانه باز به حیث اول نمره و شاگرد ممتاز در کادر پوهنتون در کادر فاکولته انجینری دانشگاه کابل اینا به صفت استاد مقرر شدن و بعد به اتحاد شوروی رفتن و از شهر خارکوف در سال 1998 پروفسوری خود گرفتن و فعلا اینا در دانشگاه سودبانک لندن، خدا کنه من صحیح تلفظ کرده باشم، اینا مصروف تدریس و تحقیق هستند و پیشدی خود ببخشید در سال 2006 با اختراع دستگاه زیر عنوان تصفیه آب توسط انرژی آفتاب دفاع کردن و بر علاوه این کارهایی که در رشته خود انجام دادن، این پروفسور گرامی با تاثیر از حالات در هم و برهم کشور و مصائب کشور اینا تلاش کردن که ریشه یابی بکنن و در جهت حل مسائل مبرم و عمده کشور دست به تحقیقاتی بزنن که ما فعلا سر لاین جناب پروفسور لعلزاد داریم و از اینا خواهش میکنیم که جناب پروفسور لعلزاد صدای ما را میشنوین؟ سلام بر شما، ولی صدای شما را میشنوم. به برنامه ما خوش آمدین، شما را خوش آمدید میگیم و سپاسگزاری میکنم از شما که دعوت ما را پذیرفتین و ما را سرفراز ساختین. بله؟ من سلام و احترام پایان خود به جناب شما و از طریق شما به شنوندگان و بینندگان برنامه خوب شما ابراز می‌دارم. جناب پروفسور لعلزاد یک کمکی اگر بلندتر صحبت بکنین که هموطنان بتوانند صدای شما را رساتر بشنوند. در قدم اول جناب پروفسور عزیز جناب دکتر لعلزاد از شما خواهش میکنم که خودتان معرفی بکنید از جایی که میگن هیچ کس از خودش که بهتر نمیشناسه.
یک مختصری درباره بیوگرافیتان و مسائل زندگی علمیتان و زندگی تحقیقی و پژوهشتان به بیننده‌های عزیز ما یک معلومات ارائه بکنید. بله. تشکر از شما. موقعی که شما فرمودین لطف کردین نام عبدالخالق لعلزاده است. من متولد شهرستان کشمه ولایت بدخشان هستم. تحصیلات متوسطه خود در یکی از مکاتب شهرستان کشم که در او وقتا به نام پشتون یا کشم یاد میشد به پایان رساندم و بعد از او به لیسه تکنیکی ثانوی در کابل شامل گردیدم. پس از فراغت از لیسه تکنیکی ثانوی به دانشکده انجینیری و که مربوط دانشگاه کابل بود شامل شدم. پس از فراغت از فاکولته انجینیری به حیث استاد در کلری کاکولتا مقرر شدم. پس از چند سال تدریس به غرض تحصیلات ماستری به اتحاد شوروی وقت رفتم و ماستری خود از شهر خارکوف به دست آوردم و دوباره به وطن برگشتم و مدتی دور و درازی در پلیتکنیک کابل و مدتی هم دوره خدمتی در فاکولته انجینیری دانشگاه ننگرهار و بعد از او هم در دانشگاه کابل تا سال 98 مصروف تدریس و تحقیق بودم. در ضمن یک مقدار همکاری هم با مؤسسات بین‌المللی مانند ملل متحد و صلیب سرخ داشتم و همچنان یک مدتی در وزارت تعلیمات تکنیکی روستایی هم همکاری کسبی داشتم. بدبختانه به اثر شرایطی که بعدی که در کشور آمد در سال 98 مجبور شدم که به لندن مهاجرت بکنم و از دسامبر 98 تا کنون در لندن زندگی میکنم با اولادهای خود. و پس از آمدن به لندن در ماهای آگوست سال 99 به حیث استاد میهمان در دانشگاه ساوثبانک لندن مصروف تدریس و تحقیق گردیدم و توانستم که از طریق تحقیقات پارت تایم همچنان پی خود در رشته تصفیه یافت توسط انرژی آفتاب به دست بیاورم. بسیار نازنین. البته زندگی عرصه زندگی رسمی من بودگی است، ولی در پهلوی از هم با در نظر داشت درک و احساس مسئولیتی که در قبال مردم وطن خود داشتم، به خصوص از سال 2006 به این طرف مصروف کارهای تحقیقی و پژوهشی در مسائل تاریخی و سیاسی کشور هستم و خوشبختانه توانستیم که در این 7 سال گذشته یک تعداد زیادی مقالات، ترجمه ها، کنفرانس ها و سمینارها را چی به طور جداگانه و چی هم از طریق یک قانونی یا انجمنی که به نام قانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان در لندن ایجاد شده است از او طریق در خدمت هموطنان قرار بدم که البته اگر خواسته بوده باشیم میتوانم باز جزئیات از او را خدمتتان ارائه بکنم. بسیار زیاد ممنون شما جناب آقای پروفسور دکتر لعلزاد. شما از کنفرانس که در مؤسسه تحقیقات مطالعات و پژوهشی خراسان اونجا برگزار کرده بودین، تاپیک یا موضوعی که شما انتخاب کرده بودین و تحقیقاتی که انجام دادین واقعا بسیار جالب و بسیار زیاد آموزنده بود. من فکر میکنم در نوع خود بکر و تازه بود، چرا با همین متد و با همین منابع بسیار بزرگی که تقریبا شما از 16 نقشه ما تا جایی که در جریان صحبت‌های شما دریافتم و بیش از 30 اثر شما تحقیقات کرده بودین و در امو محفل هم واقعا استادا و انسان‌های بسیار بزرگ و اکادمیک حضور داشتن. میشه که راجع به همین کنفرانس که شما ارائه کردین یکی از موضوعاتی که بسیار حاد است مسئله نام افغانستان که بسیاری ها معتقد به این هستند که این نام در دوران احمدشاه بابا امی جغرافیای امروزی گذاشته شده که هرچند ما با این مسئله شخصا برنامه های خود چند بار گفتیم
و یک استدلال هم کردیم که در امو به اصطلاح مهر یا سر لوحه خود احمد شاه بابا نوشته شده که مژده شد پادشه میر جهان پهلوان احمدی گیتی ستان وارث تختی کیان. اینجا مسئله افغانستان هیچ نیامده. ما میخوایم که بیشتر صحبت شما بکنین در این برنامه چون مهمان ما هستین از انگیزه ای که شما امی تاپیک انتخاب کردین، انگیزش چی بوده و هدفتون از این ریسرچ چی هست؟ سپاس از شما. خدمتتان کمی مختصر عرض بکنیم که در نیمه دوم سال 2008 با کمک و همکاری یک تعداد دانشمندان، استادان، روشنفکران و فعالان افغانستانی مقیم لندن ما توانستیم یک قانونی را به نام قانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان ایجاد بکنیم. این قانون عمدتاً بر محور 4 عرصه کار و فعالیت میکرد که مهمترین از اونها تولید فکر و اندیشه است که از طریق نقد و بررسی مسائل تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشور ما بتوانیم یک تعداد کنفرانس‌ها، سمینارها و محافل برگزار بکنیم و از این طریق همچنان بتوانیم که یک تعداد کادرها را تربیت بکنیم و استعدادها را رشد و انکشاف بدیم. همچنان این قانون حلقه‌ای بود برای که یک تعداد شخصیت‌ها و انجمن‌ها را با هم دیگر وصل بکنیم، از اونها دعوت بکنیم که در فعالیت‌های ما اشتراک بکنن و ما هم در فعالیت‌های از اونها اشتراک بکنیم. و همچنان در محدوده توان اگر بتوانیم در پخش و نشر یک تعداد کتب و مقالات و آثاری که دارای ارزش علمی تحقیقاتی بوده باشند سهم بگیریم. به همین ارتباط اولین کنفرانس قانون در ماه نوامبر 2008 میلادی دایر گردید و عنوان کنفرانس بود به نام چگونگی ایجاد کشوری به نام افغانستان که ما این کنفرانس در محضر استادان و تحت یکی از دانشگاه‌های لندن ایراد کردیم. بله. البته هدف ما از برگزاری کنفرانسی بود که ما در کشوری که فعلا زندگی میکنیم به نام افغانستان است و با کمال تأسف یک مقدار حقایقی که باید مردم و بخصوص نسل جوان ما آگاه بوده باشند از طریق تاریخ سازی های درباری و سرکاری و طور غلط و نادرست در اختیار مردم ما گذاشته شده است که ما در طول سالیان دراز از طریق مکاتب و دانشگاه این تدریس گردیده و به غلطی مشهور تبدیل شده است. بله بله. طور مثال امروزه تبلیغات میشه که افغانستان تاریخی 5000 ساله دارد. افغانستان نمیدانم کشوری جرگ هاست که کشوری گورستانی امپراتوری هاست که ما چین داریم که چینان داریم. بله. ما خواستیم که امیر بگویم که واقعا سابقه تاریخی و جغرافیایی و اسنادی که ما در اینجا داریم بر چی مبنا است. به همین ارتباط من سه منبع جستجو کردم. منبع اولی که بود در نظر داشتیم نقشه‌های جغرافیایی جهان است، یعنی از زمانی که در سطح جهان چیزی به نام نقشه و نقشه برداری و نقشه کشی به وجود آمده خواستم در جغرافیا ببینم که آیا واقعا کشوری به نام افغانستان چی وقت وارد نقشه شده، به چی نام بوده و چگونه تکامل کرده است یا سیر انکشاف محدودیتی چگونه بوده است. منبع دوم بررسی منابع تاریخی بودگی است، یعنی تمام منابع تاریخی که در زبان فارسی، انگلیسی و سایر زبان‌ها به ارتباط افغانستان و منطقه نوشته شده بودند و در اختیار ما قرار داشتند، این منابع را بررسی کردم که برای بار اول کلمه افغانستان در کدام تاریخ ذکر شده، کلمه افغان در کدام تاریخ ذکر شده، کلمه افغانستان در کدام تاریخ ذکر شده و محدوده افغانستان کجاها بوده، شامل کدام محدوده بوده. و عرصه سومی که منابعی که من در این مورد بررسی کردم آرشیف های معاهداتی بوده که زمامدارای قبلی سرزمین با کشورهای همسایه عقد کرده بودند، یعنی از زمان شاه شجاع به این طرف که اولین معاهده را با انگلیس‌ها در سال 1809 عقد میکنه به نام شاهی، نه به نام شاهی افغانستان بلکه به نام شاهی کابل یاد میشه. بعد از اون معاهداتی که با کشورهای انگلیس و سایر کشورها یعنی عقد میشه، تمامی از این معاهدات بررسی کردیم که این معاهدات به نام کدام شاه و شاه کدام منطقه یادآوری شدند. اما قسمی که شما گفتین با کمال تأسف آنجایی که گفته میشود که گویا نام
که پس از ایجاد قدرت خود و گسترش سرزمین خود شاه خراسان و بالاخره شاه تمام ایران شود. این بود 3 عرصه‌ای که ما در موردش تحقیقات کردیم. این منابع در کنفرانس ارائه شده، ویدیویی از این کنفرانس در یوتیوب وجود داره و همچنان متن کنفرانس در وبلاگ ما به نام لعلستان و همچنان در سایر منابع اینترنتی قابل دسترس است. یعنی بیش از حدود 40 اثر تاریخی، بیش از 20 نقشه جغرافیایی و تمام معاهداتی که در این زمینه وجود داشت بررسی شده و در خدمت دوستان و علاقه‌مندان و هموطنان قرار گرفته است. بسیار زیاد سپاس از شما. واقعا اون رقمی که شما فرمودین در تاریخ احمدشاهی نامی از افغانستان نیامده و خود افغانستان مصداق همون بیتی که من خواندم خود وارث تخت کیان دانسته و چون از دوره نادرشاه، از نادر افشار یکی از سردارای بزرگش بوده و با همی سپاه قزلباش که اینا آمدن به افغانستان و حتی تیمور وقتی که به چی میایه به کابل میایه با همی سپاهی محافظش که عمدتاً سپاه قزلباش ها هستن میایه و در زمان تیمورشاه هم به تایید گپ شما نام کشور ما به نام افغانستان نبود بلکه به نام خراسان بود. میگه کابل امروز با آیین کیان جشن گرفت، کابل امروز با آیین کیان جشن گرفت که نهد تاج به سر شاه خراسان تیمور. یعنی شاه افغانستان نمیگه، شاه خراسان تیمور. استاد گرامی در زمینه واقعا شیوه تحقیق شما اگر بپرسم که شما از چگونه میتودهای استفاده کردین میشه بر بیننده‌های ما معلومات بتین در این عرصه؟ تشکر از شما. شیوه تحقیق یا میتودی را که ما در این کنفرانس و در مجموعه بررسی مسائل تحقیقی خود پیش میبرم بررسی کرونولوژیکی حوادث یا رویدادهاست. و این معنا که ما باید از آغاز تاریخ، از آغاز حادثه باید شروع بکنیم که از زمانی که طوری مثال نام ایران میگیم یا نام افغانستان میگیم یا آریانا میگیم یا افغان میگیم یا تاجیک میگیم، اینا برای بار اول در کدام منبع ذکر شدگی است. یعنی دریافتی کرونولوژیکی تمام واژه ها، اصطلاحات و یا مفاهیمی که ما از نگاه تاریخی یا جغرافیایی یا جامعه شناسی او را به کار میبریم. طور مثال وقتی که ما میگیم واژه افغان کی هست و به کدام قوم اطلاق میشه باید از نگاه تاریخی بررسی بکنیم که برای بار اول در کدام منبعی به وجود ذکر شده، در اونجا هدف چی بوده، در برگرنده چی مفهومی است. یا وقتی که واژه افغانستان میگیم ما باید بررسی بکنیم که این واژه برای بار اول در کدام منبع تاریخی یا جغرافیایی ذکر شده. طور مثال بار اول یعنی تمام اسناد تاریخی نشان میده که برای بار اول که واژه افغانستان در تاریخ نامه هرات حدود 700 سال قبل ذکر شده و این محدوده را شامل میشه که در کوههای سلیمان واقع شده و او کوهها امروز در پاکستان امروزی است. و بعدا باز میبینیم که پس از تاریخ نامه هرات کدام منبع تاریخوار این واژه در ذکر شده و این واژه چگونه انکشاف کرده. به همین ترتیب در بررسی نقشه‌های جغرافیایی که حدود 400 سال سابقه دارند ما بار اول واژه افغان میبینیم برای مناطقی در کوههای سلیمان در پاکستان امروزی اطلاق میشه و حدودی بعد از او در سده‌های 19 همین مناطق که در نقشه‌های جغرافیایی میبینیم به نام افغانستان یاد میشه و بعد از او سالوار یا با گذشت سالیانی که جغرافیایی بعدی موجود میاد ما میبینیم که در اینجا محدودی کابل، قندهار، هرات به نام کابل در تمام نقشه‌ها ذکر شدگی است. اما قسمی که شما گفتین در دوره احمدشاه، در دوره تیمورشاه مجموعی سرزمین به نام خراسان است، ولی در نقشه‌های جغرافیایی یک محدوده‌ای که ذکر شده به نام سلطنت کابل است. چنانچه حتی
نوشتن کتابی بزرگی که پس از ملاقات با شاه شجاع می نویسه و در سال 1815 در لندن نشر میشه. این امو گزارش خود به نام گزارش سلطنت کابل به نشر میرسانه و معاهده هم که با شاه شجاع امضا میکنه به نام شاه کابل امضا میکنه. به همین ترتیب نقشه های بعدی تا سالهای 1860 تماما نشان دهنده یک محدوده جغرافیایی به نام کابل است. ولی پس از سالهای 1860 الی 1890 ساحه جغرافیایی که هنوز شمال هندوکش شامل از اون است به نام افغانستان یاد میشه. یعنی یک محدوده جغرافیایی که در جنوب هندوکش واقع است ایرا به نام افغانستان یاد میکنند. اما پس از اینکه سرحدات این کشور در زمان عبدالرحمن خان و توسط انگلیس روس این سرحدات تعیین میشه، این کشور و این نقشه به نام افغانستان یاد میشه. یعنی اگر دقیق تر بگوییم افغانستان امروزی با این شکل و قواره که داره این جغرافیا در زمان امیر عبدالرحمن خان و مرزهای ازی توسط انگلیس روس مرزبندی شده است و استقلال ازی در زمان امان الله خان در 1919 و 1921 به دست آمده است. یعنی اگر خلاصه بسازیم تمام یک کنفرانسی است که همین کشوری که ما امروز به نام افغانستان یاد میکنیم همین جغرافیای فعلی در زمان عبدالرحمن خان مرزهایش تعیین شده و بدبختانه این مرزها را نه شاهان ما بلکه انگلیس روس را خط بندی کردن و استقلال این مرزبان یا این جغرافیا در زمان امان الله حاصل شده است. یعنی ما قبل از زمان عبدالرحمن خان در تاریخ کشوری به نام افغانستان نداریم و در جغرافیای جهان چنین هیچ محدوده به نام افغانستان با این شکل و قواره وجود ندارد. شما در مورد نام افغانستان که برای اولین بار در یکی از قراردادهای که فکر میکنم قرارداد دیورند است با جانب انگلیس از طرف امان الله خان از طرف عبدالرحمن خان امضا شده و دیگه سرحدات اصلا توسط شاه یا زمامدار افغانستان امضا نشده، ولی در مورد دیگه سرحدات هیچ گونه ادعای وجود نداره. آیا در همزمان با امضای خط دیورند در زمان عبدالرحمن خان که همین محدوده شما از او یاد کردین، آیا 5D هم شامل امی چی بود؟ امی قلمرو بود و در زمان عبدالرحمن خان به روس ها واگذار شد؟ تشکر از شما. زمانی که عبدالرحمن خان از بخارا خواسته شده و به اصطلاح کشوری برایش ساخته میشه، انگیزه سیاسی کشورسازی توسط انگلیس و روس اصلا به خاطر این است که انگلیس ها میخوان از جانب جنوب به طرف شمال حرکت بکنن و تشویش های وجود داره که روس ها از طرف شمال به طرف جنوب میاد و انگلیس ها تشویشی را دارن که روس ها نشود که بالای هند حمله بکنن و این تو قدرت بزرگ در سده 19 به خاطر که به همدیگر مقابل نشان و جنگ نکنن با همدیگر توافق میکنن که محدوده را یک منطقه را به نام دولتی هایل یا بفر استیت در بین خود ایجاد بکنن. یعنی کشوری افغانستان امروزی مسئول بازی بزرگی انگلیس روس در قرن 19 به منظور عزیز که این دو قدرت با همدیگر به اصطلاح جنگ نکنن و مقابل نشوند. انگلیس روس پس از اینکه معاهدات از مرزهای عزیز مرزبندی میکنن تعیین میکنن در همی دیورند شخصی که به کابل از طرف امیر عبدالرحمن خان دعوت میشه، این بیش از یک ماه در کابل میبوده باشه و در همین روز دو معاهده به توسط دیورند با امیر عبدالرحمن خان به امضا میرسه. یکی معاهدات جنوبی و شرقی است که با یعنی سرحداتی که با هند برطانوی در او زمان است و دوم سرحدات بدخشان امروزی است. یعنی همین سرحداتی که ما امروز در بدخشان امروزی با روسیه آن وقت داریم هر دو در یک روز توسط دیورند و امیر عبدالرحمن خان امضا شدگی است. دلچسبی حرف اینجاست که تمام سرحدات دیگری ما یعنی سرحدات شمالی و غربی ما هیچ یک توسط هیچ یک از زمامداران کشور یا شاهان بعدی کشور امضا نشده، اما یگانه سرحدی را که یکی از زمامداران کشور یا یکی از شاهان
زمامداران افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، ولی تمام سرحدات دیگری را که هیچ یک از زمامداران کشور امضا نکرده اونها را به رسمیت میشناختند و در اون مورد هیچ مشکلی ندارند. و یه دیگر خنده آور است و البته موضوع پنجمی موضوعات بعدی است و حتی دلچسب‌ترش که در همون زمان امیر عبدالرحمن خان نمیخواهد که بدخشان مربوط ای شود، به خاطر از اینکه میگم ما جغرافیا را نمیدانم و دومی که بسیار دور است و ما را کنترل کرده نمیتونم، ما را قبول ندارم که مربوط کنم، بگذارید که از روس‌ها یا شما بگین. ولی انگلیس‌ها برایش تحمیل میکنن ما به خاطر از اینکه با روس‌ها هم سرحد نشویم این محدوده‌ای که وجود داره این در اختیار تو است و البته تضمین از این را ما میکنیم مربوط ما است. این البته حرف دیگری است که در مورد سرحد دیوران و سایر مرزهای کشور وجود دارد. یک سوالی که پیش هموطنان عزیز وجود داره که برخی علاقات میگن که این سندی که امضا شده برای 100 سال بوده و فعلا این به اصطلاح تمام شده. اگر چندی که این سند در زمانی امضا شده که در وقت هند برطانوی بوده و رقمی که شما گفتین در آوردن خود عبدالرحمن خان انگلیس ها از بخارا نقش داشتن و این ناگزیر بوده که سند امضا بکنه و این محدوده برش ساخته شده. در این مورد شما کدام سندی را دیدین که برای 100 سال باشه؟ سپاس از شما. خدمتتان عرض بکنم که متن سند به انگلیسی و به فارسی در تمام کتب، منابع و اینترنت وجود داره. اصلیتی در آرشیف انگلیس است. دوستای سال گذشته از طریق تلویزیون BBC هم در اختیار هموطنان گذاشتن. در این سند هیچ کلمه یا هیچ تاریخ قید نشده که موضوع 1 سال بوده باشه یا 100 سال. یک مردی دائمی خوانده شده است. اما دلچسب‌تری است که تمام مردهایی که قبلا با هند برطانوی زمامداران وقت امضا کردن پس از اینکه یک زمامدار از بین میره به خاطر از اینکه ادعای دیگری صورت نگیره این از این معاهدات دوباره تایید شدگی است. همین معاهده 1893 که امیر عبدالرحمن با دیورند امضا کرده در سال 1905 امیر حبیب الله پسر عزیز یک بار دیگر امضا میکند و همین سرحدات مورد تایید قرار میدهد. اما آنچه که می‌ایسته پس از گرفتن استقلال افغانستان است، یعنی زمانی که اگر برای یک لحظه این تصور بکنیم که امیر عبدالرحمن و امیر حبیب الله شاهان مستقلی نبودن و اینا به اصطلاح جیره‌خوار انگلیس بودن در بدل پول این مرزها را امضا کردند و فروختند. آنچه که قابل تایید و دلچسبی است پس از اینکه استقلال افغانستان حاصل میشه در زمان امان الله خان در 1919 و در 1921 2 بار این معاهده تایید میشه و تکرارا نوشته میشه. حتی پس از درگذشت امان الله خان بار دیگر در زمان نادر خان در سال 1930 که شاه ولی خان سفیر است در انگلیس این معاهده یک بار دیگر توسط انگلیس ها با نمایندگی به اصطلاح دولت مستقل افغانستان به امضا میرسه. یعنی ما از نگاه تاریخی هیچ گونه دلیل حقوقی یا تاریخی یا قانونی وجود نداره که ما ادعایی برای گرفتن آنچه که این دوستان ما به نام حقوق شخصی خود میدانند خود داشته بوده باشیم. ولی دلچسبی است که در زمان ظاهرشاه در سال 19 پس از ایجاد پاکستان همونطوری که دوستان در جریان هستند افغانستان اولین کشوری است که برخلاف آزادی یا شمولیت پاکستان در ملل متحد رای میده و در سال 1949 یک لویه جرگه یا پارلمان وقت اینا دعوت میکنن و تمام معاهدات قبلی را فسخ میکنن که از همون زمان به اصطلاح آغاز تصادمات یا مناقشات در بین افغانستان و پاکستان شروع میشه و متاسفانه از اون زمان به بعد هیچ یک از امامداران افغانستان در مورد خط دیورند هیچ گونه موقف رسمی نداشتن. زمانی که مناسباتشان خراب بوده دول ذات پشتونستان زمون کوبیدن و به تبلیغات و دشمنی با پاکستان شروع کردن. ولی زمانی که باز یک مقدار مناسبات خوب شده چنانچه در زمان ظاهرشاه و حتی در زمان داود خان دیگه
دیگه نه موضوعی از از پشتونستان بوده و نه سخنی از مرد دیورند. ولی ما با کمال تاسف پس از روی کار آمدن حکومت جدید و آمدن جناب کرزی یک بار دیگر زمامداران این کشور با نمیدانم خصوصیات قوم سالاری یا قومگرایی که دارن دایه دیورند و مرد پاکستان و خطی گویا ناشناخته را به میان کشیدن که کاملا به ضرر مردم ما بوده و مناسبات دو کشور همسایه را به حد اعلای تیرگی و روزیسی‌ها رسانده است. بسیار همین علاقه‌های ها و ادعای نادرست تاریخی است. بسیار زیاد ممنون شما. میشه که باز ما در یک برنامه دیگه سری مسئله دیورند و سرحدات یک مصاحبه خاصی داشته باشیم، چون موضوع بحث ما بیشتر سری مسئله نام افغانستان و این نام آیا نامی یک قوم است که شما گفتین که بله به اساس تحقیقات شما و در عرف جامعه ما هم پشتون معادل افغان است. این افغان کلمه است که دیگران بر از اینا اطلاق کردن، مثل که ما فارسی زبان و تاجیک و دری زبان و گپا میگیم. مشکلی که امروز متاسفانه دامنگیری شما از دولت آقای کرزی یاد کردین که دایه پشتونستان، نه تنها دایه پشتونستان اینا امروز بیشتر دامن میزنن و امور رقمی که شما گفتین یک بخشی به اصطلاح بزرگ خاک پاکستان ما زمامدارای ما دعوا دارن و این باعث عزیز که واقعا پاکستان هر جنایتی که دلش بخواه بر از او یک راه و مجرای باز میشه که او از خود باید دفاع بکنه. وقتی که ما به اصطلاح ادعای ارضی داریم که نیمی پاکستان از ما هست، او مجبور است که ما او را نمیتونیم ملامت بکنیم، هرچند بسیار شیوه های غیر انسانی و واقعا غیر انسانی و شیوه های غیر دیپلماتیک همیشه پاکستان به کار برده، از مجبوریت های مردم استفاده کرده و گاهی که راه را بسته کرده، مواد مردم نابود شده و هزارها مشکل خلق کرده. آیا امکانش هست که دولت مدارای ما سریع عقل بیان و از این مسئله را بشینن با یک شکل دیگه حل بکنن که در یک فضای برادری و اخوت اسلامی تمام شود؟ میگردیم به بحث قبلی خود ما شما که امروز گپی که بسیار داغ است در جامعه ما، مسئله قومیت هست که با تابعیت خلط شده. مثلا گفته میشه که هر کس از افغانستان است افغان است. آیا امکان داره که قومیت تابعیت به اصطلاح در قومیت حل شود؟ چون امروز در مشران و جرگه شما آگاهی دارین که بحثی که در تذکره الکترونیکی باید نام اقوام ذکر نشه که اقوامی که در افغانستان هستند در گذشته ها در تذکره نامی همش گرفته میشد که ملیت ازبک، تاجیک، پشایی، پشتون ای، ولی امروز گفته میشه که نه، باید به جایی که نام اقوام بگیریم باید افغان ذکر کنیم. یعنی موضوع تابعیت میشه که ما بگیم از افغانستان هستیم و افغانستانی هستیم، یا به اساس تابعیت که در بیرون ما هستیم میگیم ما افغان هستیم. این درست است، اما وقتی که در داخل کشور این موضوع را مطرح میکنیم، آیا این هویت ستیزی نیست؟ آیا حذف نام دیگه اقوام از شناسنامه یک پروژه قوم ستیزی یا قوم زدایی نیست؟ شما امی از نظر تاریخی چی قسم توجیه میکنین که چطور این پروسه به وجود آمد؟ جناب نافذی، از پاس از شما هم قسم که شما توضیح دادین، متاسفانه جامعه افغانستان هیچ یک از نرم‌ها، معیارها و اون عناصری که برای بحث و بررسی مسائل و واقعیات در مجامع علمی و مطالعاتی موجود بوده باشد در نظر نمیگیرند. موجودی که دنیای امروز دنیای دانش است، دنیای تخصص است و دنیای اتاقهای فکر و مراکز مطالعاتی پژوهشی است. دنیایی است که تمام
بعدش هم گفتگو گریزی. دیگرسیتی به این معنا که ما تمام کسانی که مخالفی ما هستند ما را دشمن خود می‌دانیم. بیگانه ها دشمن ما هستند، کافرها دشمن ما هستند، همسایه ها دشمن ما هستند، قدرت های بزرگ دشمن ما هستند. یعنی ما هیچ کسی با ما دوست نیست و یک مقدار غلط های مشهور و افتخارات جعلی را برای ما قسمی که پیشتر گفتیم در خود ما دادن و ما را به خود بزرگبینی عجیبی مواجه ساختن که اسکندر ما زدیم، انگلیس ما زدیم، روس ما زدیم، نمیدانم مغول ما زدیم، همه کس ما زدیم و غیرت داریم، چین و چینان داریم. از این مهمتری است که ما گفتگو گریز هستیم، یعنی به عوضی که مسائل و مشکلات خود از نگاه سیاسی حل بکنیم، از طریق براندازی گفتمان ها حل بکنیم، از طریق دانش و تخصص و اتاقای فکر حل بکنیم، ما تمام مشکلات خود امروز سیاسی ساختیم، هویتی ساختیم و حیثیتی ساختیم. وقتی که شما مسائل هویتی میسازین، حیثیتی میسازین، بحث کردن بسیار مشکل میشه. وقتی در حالی که اگر ما یک بررسی ساده تحقیقاتی نشان میده که نام افغان قوم شریف پشتون است، از نگاه تاریخی این قوم در طول 1000 سال گذشته به همین نام یاد شدگی هستند. ما در پهلوی قوم شریف پشتون اقوام دیگر داریم، اقوام تاجیک داریم، ازبک داریم، هزاره داریم، بلوچ داریم، هندو داریم و دهها قومای خرد و کوچکی دیگر در اونجا. پامیری ها بله. ولی اگر روزگاری بیاید که همه اقوام کشور داوطلبانه و به حیث افتخار اعلان بکنن که ما افغان هستیم، ما به افغانیت خود افتخار میکنیم، دیگه هیچ جای بحثی باقی نمیگذارد. ولی هرگاه زمانی که یک نام، یک واژه، یک هویت سر شما تحمیل شود، به زور سر شما قبولانده شود، ولو هر قدر واژه زیبا بوده باشه، هر قدر با افتخار بوده باشه، شما واکنش نشان میتین، شما عکس العمل نشان میتین. ما در مقابل واژه افغان هیچ گونه به اصطلاح مخالفتی نداریم، هیچ گونه عکس العملی نداریم، مگر به شرطی که امیر بگذارن که ما داوطلبانه قبول بکنیم. چنانچه ما در طول سالیان دراز ما واژه پوهنتون را پذیرفته بودیم، ولی زمانی که امروز تحمیل میکنیم که شما دانشگاه نگوییم، ما مجبور هستیم که دانشگاه بگوییم. چون وقت هر چیزی که تحمیل شود او به ضد خود تبدیل میشه و عکس العمل ایجاد میکنه، او به مخالف تبدیل میشه. همچون اگر روزگاری بیاد که مردم ما در یک انتخابات، در یک رفراندوم، در یک همپرسی واژه افغانستان و باید نام کشور خود افتخارانه اگر اینا قبول بکنن، هیچ کسی فکر نمیکنه به این مخالفت بکنه که شما مردم بگه شما چرا قبول کردین. یعنی منظور است که ما دانشمندا حق دارن تمام مسائل بررسی بکنن، ولی سرنوشت نهایی را باید مردم به دست خود بگیره. ما از طریق مراجعه به آرای مردم باید تعیین بکنیم که قومیت ما چی باید بوده باشه، نام کشوری ما چی باید بوده باشه، سرود ملی ما چی باید بوده باشه، زبان ما باید چی بوده باشه. این همه مسائلی است که ما از طریق سیاسی، از طریق بحث و گفتگو و از طریق مذاکره باید حل بکنیم. نه اینکه اگر بگوییم اگر تو این حرف قبول نکردی تو جاسوس این کشور هستی، تو مخالفی آن قوم هستی، تو نمیدانم چی نمیشناد. متاسفانه الان در کشور ما همه چیز بر همین معیار است. اگر شما اگر پوهنتون نگویین میگه، اگر دانشگاه گفتین میگن تو جاسوس ایران هستی، و اگر بگوین ما افغانستانی تو میگن این یک واژه خارجی و بیگانه است. دیگه در اون کشور الان همه چیز حیثیتی شدگی است، هویتی شدگی است و متاسفانه دروازه گفتمان، دروازه علم، دروازه مطالعه، دروازه تحقیق کاملا بسته شده. در انسان ببینید شما یک موضوعی که کاملا حقوقی است، مسائل معاهده با یک کشور، به این واسه که دانشمندا و حقوقدان حل بکن، یک چند تا ملا و ارباب و زمیندار و ملاک میانن که شما رای بتین که به نام مجلس که شما بگین که ما معاهده را امضا کنیم یا نکنیم. این هم خنده‌آور است دیگه. وقتی که رهبری کشور، حکومتی که او نقش راننده یک کشور داره، نه نقش به اصطلاح خلبان یک دستگاه یا سیستم داره، او چنین مسائل را برا میکشد که ناگزیر روشنفکر، دانشمند، غیر دانشمند همه که امروز دیدگاهشون قومی شدگی است. زمانی که امروز بحث در پارلمان قومی است، کابینه قومی است، انتخابات قومی است، اما قسمی که شما گفتین ما وقتی که کسی کاندید میشه باید برای پشت بسیار تا قوم دیگر باید تمام روز زاری بکنه که یک دانه ماهین بریارتیم. متاسفانه پس اصل شایسته سالاره چی شد، اصل شایستگی چی شد، اصل دموکراسی چی شد؟ در حالی که دموکراسی بنیاد شهروندی است. ما به اساس قبیله و زبان نمیتونیم یک جامعه دموکراتیک بسازیم. ما تا
واقعا بجا فرمودین و مسئله تا زمانی که مسئله شهروندی حل نشه و ما از این مسائل قومی متاسفانه که با جنگ ها و با مصیبت ها همراه هست خلاصی نخواد داشتیم. امور رقمی که شما اشاره کردین بسیار مسائل هست که باید از طریق گفتمان حل شود و حساسیت ها کمتر شود. خوشبختانه در داخل کشور ما امروز تلویزیون ها و جراید اینا سر مسائل بحث میکنن و ما یکی از برنامه هایی که دیدم در تلویزیون طلوع بود، شخصی از برادرای پشتون ما از قندهار آقای فکور، اونا در موضع ای قرار گرفتن که ما نباید همه مردم افغانستان مجبور بکنیم که اینا بگن که ما افغان هستیم و اونا یک مثال بسیار خوب از تاجیکستان آوردن. گفتن در تاجیکستان اگر یک ازبک پرسان کنی که تو تاجیک هستی، چون از تاجیکستان هستی، او بسیار با عصبانیت میگه که نخیر من ازبک هستم، اما ازبک تاجیکستان هستم، ازبک ازبکستان نیستم. این نشانه از این هست که امی گفتمان ها واقعا تاثیرات خود داره و امروز آقای فکور ما تا جایی که در فیسبوک گپا دیدم بسیار زیاد مورد تحسین قرار گرفتن که از یک موضوع حقانیت گپ میزنه. هر حال واقعا موضوع بسیار دلچسب را شما انتخاب کردین که به اساس این تحلیل و بررسی شما امکان این فراهم بشه که یک تعداد کسایی که زورگو هستند و از این مسائل استفاده سو میکنن، بخصوص دولت مدارا، بر اساس این تحقیقات همه جانبه شما به حقانیت تن بدن. در آخر استاد یک سوال دیگه داشتم که اگر شما همین منابع تحقیق خود اگر بازگو کنین که تا هموطنان ما در بیشتر در روشنایی قرار بگیرن که شما همین بازیافت های شما از کدام منابع هست؟ تشکر جناب حافظی. منابعی که در اینجا ذکر شده اگر دوستان چه در متن کنفرانس ببینن، یعنی تمام کتب قدیمی که در زبان عربی و در زبان فارسی و در انگلیسی نوشته شده، مثلا از حدود العالم شروع تا به شاهنامه، تا به آثار البیرونی و بعد از او هم تا به آثار مورخین بعدی تاریخوار در اینجا ذکر شدگی است. و همین ترتیب منابع انگلیسی از جورج پاستر شروع تا به الفینستون و تا به آثار نویسندگان دیگری که در مورد منطقه بحث و نظر داشتن، آثار بیلیو و همین ترتیب نقشه‌هایی که ما گرفتیم در تمام منابعی بوده که از منابع فرانسوی، انگلیسی و جرمنی نقشه‌های معتبری که در آرشیوهای اینا بوده در این متن کنفرانس گنجانه شدگی است. و ما امیدوار هستیم که یک روزی فرا برسه که دانشمندان تاجیک، ازبک، هزاره در پهلوی هم دیگر مثل برادر بنشینن و این مسائل از نگاه علمی بررسی بکنن، به این چیزی که این را بار هویتی، حیثیتی و توهینی و حساسیتی بسازن، در فضای دوستی بشینن با هم دیگر گفتگو بکنن، مسائل علاجی بکنن. افغان کی است، پشتون کی است، تاجیک کی است، ما واقعا میخوام با هم دیگر زندگی بکنیم یا واقعا ریایی که همین رقم از طریق تهدید، از طریق تحمیل و از طریق حذف هم دیگر بخوایم که کشور اداره بکنیم. با امید چنان روزی. یک جان سپاس از شما جناب آقای لعلزاد که با ما مصاحبه انجام دادین و انشالله یار زنده و صحبت باقی. اگر در آخر کدام گفتنی هم داشته باشین مایک در خدمت شماست. یک بار دیگر سلام و احترام خدا به شما و از طریق شما به شنونده ها و بیننده های شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که از آنچه که ما گفتیم خسته نشده باشند. با اعزاز سپاس و سلام به همه. خدا حافظ شما. هموطنان عزیز، امیدوار هستم که این مصاحبه ما یا گفت و شنود ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب بینندگان گرامی، برنامه نگین هویت موضوعاتی را که ما با جناب پروفسور لعلزاد در میان گذاشتیم و
شما تا جایی که دیدین واقعا این پروفسور عزیز ما زیاد زحمتی کشیدن با منابع و مؤاخذی که اینا تهیه کردن کاری آسان و ساده نیست و امور رقمی که جناب لعلزاد فرمودن هدف از این کار فقط ایجاد یک اعتماد سازی و رفع مغالطه هاست که اینمی زورگویی ها و جلکاری هاست که بین مردم شگاف ایجاد میکنه، بحران به وجود میاد و چون این موضوع هویت و موضوع قومیت موضوعات بسیار حساس و در خور توجه هست، چرا هر شناسنامه هر کس برای خودش بسیار زیاد ارزش داره و چیز دیگه ای که ما متاسفانه زیاد به او توجه نمی کنیم مسئله استفاده از زور که جناب لعلزاد هم فرمودن. واقعا هر چیزی که ما از بالا سر مردم تحمیل شود مردم در مقابل از او عکس العمل نشان میده. ما موضوعاتی را که در این برنامه همیشه مطرح کردیم و مطرح میکنیم فقط هدف ما ایجاد فرهنگ گفتمان و جلوه دادن حقایق با آنگونه‌ای که هست، نه آنگونه‌ای که تحریف شده، نه آنگونه‌ای که تحمیل شده. به او اساس چون وقتی برنامه ما به پایان رسیده و از همه هموطنان عزیز سپاسگزاری میکنم که برنامه ما را مشاهده میکنن و تا بعد از یک وقفه انشالله کلیپی که جناب لعلزاد صحبت کردن در کنفرانس لندن او را به شما پیشکش میکنیم. این برنامه ساعت 7 شام فردا روز یک شنبه به وقت کالیفرنیا 7 شام به وقت کالیفرنیا دوباره تکرار میشه. روز و روزگار به همه شما خوش تا هفته دیگه که در خدمت شما خواهد بودیم.